اگه میخوای توی کوتاه‌ترین زمان ممکن یه شوک حسابی به بدنت بدی، استاپ وزنی تو بشکنی و یه فرم دی نسبی داشته باشی، امروز روز سوم پکیج شاک هومه. بریم که بهتره کنیم. درود بر شما همه عزیزان و طرفداران سلامتی، تندرستی و زیبای اندام. بنده پیروز امینی هستم، مربی و محقق تناسب و بسیار خوشحالم که در روز سوم از پکیج شاک هوم در خدمتتون هستم. ممنون میشم که از چنل خودتون حمایت کنین، سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو بزنین تا پکیج جدید که میاد مطلع بشین. و نکته بعدی اینه که بچه‌ها اگر دفعه اول دارین ویدیو رو میبینید، قسمت آموزش تمرینات حکم گرم کردن رو براتون داره. یعنی کافیه که در منزل یا مسافرت یا محل کار قبل از اینکه در واقع شروع کنی حرکت ها رو آموزش ببینید، چون هر جلسه نسبت به جلسه قبل تمریناتش متفاوت هست. همین که آموزش ببینی با دمبل سبک یا بدون دمبل جلوی آینه با من خودتو مقایسه کنی و انجام درست تمرین رو یاد بگیری، این خودش حکم گرم کردن داره. بعضی هم که بدنمون گرم کردیم که میریم تمرینات در واقع همزمان و همگام با هم و میریم جلو و حسابی حالش رو میبریم. اگر هم دستورالعمل این پکیج رو ندیدی، حتما همین الان قبل از شروع تمرینات برو ببین، اونجا نکات بسیار مفیدی رو بهت گفتم که از این پکیج بهتر بتونی استفاده کنی. بریم که شروع کنیم. خب دوستان، میریم که تمرینات روز سوم رو یه راندشو کامل من باهاتون انجام میدم. آموزش‌ها رو هم که دیدین میریم که بهتره کنیم. احسن. تمرین اول عالی. بچه‌ها قرار شد با فشار بیشینه‌ای که میتونید انجام بدید تمرینو. ماشاءالله عالی. ماشاءالله. برو ماشاءالله ببینم چیکار میکنی. شاک هومه ها، قراره که انفجار بندازی توی ماهیچه ها. عالی. احسن. عالی. برو ماشاءالله تا اونجا که میتونی، سریعتر و تعداد بالاتر. احسن. ببین من خیلی تندتر از اینم میتونم، اون تا میخوام که یه حالت متوسط باشه که بچه هایی که حالا یه ذره تازه کارترن برسن، ردشن برن. ماشاءالله. عالی. خوبه. تمرین بعدی. بودو ماشاءالله. بودو میخوایم آتیش بندازیم توی شکم، فیله، پهلو. ماشاءالله. احسن. بودو بیا ببینم. با یه دونه دمبل خونه رو برات باشگاه میکنم. قشنگ شوک میندازیم توی ماهیچه ها. دشمن استاپ وزنی ها. اگه استاپ وزنی داری، پکیج شاک هوم خوراک خودته. توی 10 روز قشنگ تغییرات رو میبینی و کاملا به ادامه تمرینات امیدوار میشی. ماشاءالله. بیا هر کی میتونه سریعتر. بیا. به به. خوبه. آماده میشیم واسه تمرین بعدی. بچه بین تمرینات هم که میبینی تقریبا 10 ثانیه استراحت هست که تمرین بعدی رو بتونیم شروع کنیم. بریم. برو ماشاءالله. احسن. دست کامل به بدن نمیرسه. بودو بیا. ماشاءالله. انفجار میندازیم تو ماهیچه ها. دمت گرم. بودو ماشاءالله. ببین حتی اینجوری هم میتونی بزنی. آها. عالی. بیا. ماشاءالله. به به. بیا ماشاءالله. پاها میتونه جفت باشه بهتره. آها. عالی. ماشاءالله. بچه‌ها بریم تمرین بعدی. می‌بینید تمرینات پیوسته انجام میشه که قشنگ بدنتون رو آماده کنیم. بریم ماشاءالله. بریم فرانت اسکوات، فرانت لانج،
سرسینه بالا، نگاه رو به رو. عالی. دمت گرم. تا اونجایی که میتونی سریعتر انجام بده که اون انفجاری که مد نظر من هست توی ماهیچه‌هات بیفته. ماشاءالله. بیا بیا. ادامه ادامه. ها بیا. عالی. بیا. خوبه. بریم تمرین بعدی. ساید پلنک. دقت کن. باز صدای من. آماده ای؟ برو. ماشاءالله. تون تون تا اونجایی که میتونی سریعتر. احسن. قشنگ. فشار بنداز. ما تو هر حرکت یه طرف انجام میدیم. آها. بیا. عالی. خونه رو باشگاه کردی. آها. بیا. ماشاءالله. بهت افتخار میکنم. دمت گرم. عالی. ادامه بده. تلاش کن. فشار اصولی بیار. آها. احسن. بیا. الهی شکر. بریم دست مخالف. عالی. بیا. ماشاءالله. حاضری؟ بریم. برو. ماشاءالله. عالی. بیا. ماشاءالله. کم نیار. بیا. بیا. عالی. ادامه بده. ادامه بده. خوبه. خیلی لذت بخشه. آماده ای؟ بریم. بریم جلو بازو. برو. ماشاءالله. بیا. کم نیار. به به. قشنگ بدن رو بساز. آها. عالی. عالی. ماشاءالله. الهی شکر. الهی شکر. بریم تمرین بعدی. بودو. ماشاءالله. بریم پشت بازو. بودو بودو بودو. ادامه بده. ماشاءالله. بیا. عالی. عالی. بریم زیر شکم. به به. تمرین محبوب منو. الهی شکر. بیا. آها. کتفو کمر رو پر. دستتو بگیر کمره. همین دامنه کوتاه برای درگیر کردن عضلات زیر شکم. عالیه. ماشاءالله. عالی. بیا.
بودو ماشاءالله. ببین اگر زاویه انجامو تغییر بدی فشار میفته روی عضله 4 سر که هدف ما نیست. بریم تمرین بعدی. ماشاءالله. بودو ماشاءالله. چیزی نمونده ها. بیا. آها. زیر بغل. عالی. تو آینه خودتو ببین. لبخند بزن. با انرژی. شوک بنداز توی ماهیچه ها. الان بعضیا همکاران میگن که چقدر داری تون تون میزنی. قصه طراحی تمرین فرق میکنه. ما دنبال اینیم که انفجار بیشتری رو توی ماهیچه ایجاد کنیم تو مدت زمان کمتر، اصولی نتیجه خوب بگیریم. الهی شکر. ماشاءالله. بریم تمرین آخر بچه‌ها. تمرین زیر سینه، سر بالا. بودو ماشاءالله. آدا بودو تمومه. عالی. برای اینکه قشنگ زیر سینه رو جمع کنی، سینه رو فرم خوب بدی، چربی اضافهش رو مصرف کنی. بیا یه تمرین فول بادی عالی با انفجار فوق‌العاده. ماشاءالله بچه‌ها تمرین تموم شد. دمتون گرم. حتما بدنتون رو سرد کنین، بکشین و اگر میخواین تکرار بیشتر داشته باشین دوباره ویدیو رو بزنین از اول و تمرینات رو با هم پا به پای هم بریم جلو تا روز 4. بدرود.